به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، اینک ماه شریف رمضان فرا رسید و با استفاده از این فرصت یک شما را به این ماه مبارک، ماه نجات از آتش دوزخ، ماه بخشیدن گناه ها مبارکباد میگویم و از خداوند منان برایتان تنصیحاتی روزگار آباد و قبول عبادت ها را تمنا دارم. رمضان امسال برای ملت ما، برای مردم تاجیک در یک شرایط فرا رسید که مردم داشتن با مشکلات اقتصادی اجتماعی و پیش از همه با کمبود برق و با مبارزه با سردی دست و پنجه نرم میکنن. اما این ملت همیشه با صبر و با تحمل، ارزش محور و خدا محور، یقینا و بدون شک باز هم در این ماه شریف با وجود این همه مشکلات این ماه را با عبادت، با ریاضت و با همون طوری که از یک بنده مؤمن پروردگار سپری کردن ماه شریف رمضان را تقاضا میکند، طلب دارد، همونطور سپری خواهند کرد. درباره فضیلت ها، درباره شرایط و ترتیب ماه شریف رمضان، روزه داشتن و جایگاه این ماه مبارک برای هر یک مسلمان علما حرفای زیاد گفتن، هزارها مقاله ها، کتب نوشته شده است و هیچ ضرورت برای تکرار آنها من در اینجا نمیبینم. اما برای اون چیزی که برای ملت ما، برای مردم مسلمان تاجیک، چی در داخل کشور چی در خارج، در این شب و روزها خیلی لازم هست این است که ما در چنین شرایط این ماه شریف را چگونه باید سپری کنیم که هم عبادت خود را در نزد پروردگار انجام داده باشیم و هم این ماه شریف همون طوری که در فلسفه و حکمت او آمده است برای یک سال دیگر، یک سال آینده ما، هم از لحاظ روحی، هم از لحاظ معنوی و هم از لحاظ مادی و دنیا به ما کمک کرده باشد. چون ما در روایت ها گفته های زیاد داریم، بخصوص در حدیث شریف، که هر که این ماه شریف را از روی ایمان و احتساب سپری کند، همه آن گناهایی که تا امروز داشت آنها بخشیده خواهند شد، که البته از لحاظ معنوی یک سرمایه بسیار بزرگ است و انسان را به یک سال آینده تا رمضان بعدی در یک حالت، در یک فضای معنوی که کاملا گناههای او بخشیده شده است وارد میکند و انسان مثل یک پرنده که تازه بال و پرش گشاده شد، باز شد، در آسمان، در فضا پرواز خواهد کرد. و از لحاظ مادی، از لحاظ این دنیا هم طبیعی است که این ماه که ماه ریاضت است، ماه صبر است، ماه برکشیدن اراده و ایمان خود در ترازو هست، این هم برای استواری، برای ثابت قدمی در مرحله بعد از رمضان کمک خواهد کرد. و بیهوده نیست که این ماه را ماه صبر هم میگویند و در حدیث شریف هم آمده است که صوم شهر الصبر و 3 ایام من کل شهر، یعنی پیامبر اکرم میفرماید که ماه شریف رمضان را، یعنی ماه صبر، به همین عباره صبر در حدیث شریف آمده است، این ماه را بگیرید و این چنین هر 3 روز از ماه‌های دیگر که البته ماه شریف رمضان روزه داشتن فرض است و اون 3 روزه که در قسمت دویم حدیث آمده است هر ماه روزه داشتن، این از جمله نفل هاست. و بیهوده پیامبر اکرم و بعداً علما در اساس این حدیث شریف این ماه را ماه صبر نام ننهادند و واقعا هم فلسفه صبر در این ماه یک فلسفه بسیار عمیق است. اما گاه می شود که واژه صبر از لحاظ دینی آن خیلی محدود بها داده می شود، شرح داده می شود که آن گویا تنها ربط دارد به صبر در برابر تشنگی، گرسنگی و انجام دیگر کارها و خواهشاتی که معمولا انسان ها در روزهای عادی انجام می دهند. و برای مثال اگر که یک بنده مؤمن روزدار با وجود تشنگی ننوشید، با وجود گرسنگی نخورد و از کارهای دیگر خودداری کرد، این پس نشانه صبر است که در این شک نیست، واقعا هم این صبر هست. اما ما باید واژه صبر را با خصوص در این ماه شریف رمضان، با خصوص باز در این شرایطی که
ما و شما مسلمانان تاجیکستان به سر میبرند، باید یک کمی وسیع‌تر بها بدهیم و تحلیل کنیم. چون صبر در راه، در تلاش، در مبارزه هم این جزئی از همون وارد می شود به همون مفهوم صبر. برای مثال شک نیست که مردم تاجیک ما در همین شب و روزها و من می ترسم که شاید که در یک چند روز ماه شریف رمضان هم بدون برق در حالت سردی به سر میبرند و واقعا هم در برابر گرسنگی، در برابر تشنگی که اون خودش صبر میخواهد، باز افطار و سحر را در نداشتن برق، در سردی و با داشتن ده مشکلات دیگر سپری کردن، این کار خیلی دشوار است و صبری بیشتر رو میخواهد. و بعضی از دوستان این چنین شرح میدهند که در ماه شریف رمضان ما نه تنها در برابر گرسنگی و تشنگی، نه تنها در برابر بی‌برقی و سرما صبر کنیم، بلکه در برابر این همه ظلم هم که به مردم تاجیک کرده می شود و من این را جز ظلم چیزی دیگری نام نمیبرم، در برابر این هم باید صبر کرد و هر کسی در ماه شریف رمضان در این مسئله هم که صبر کرد ثوابش بیشتر خواهد شد که اصلا نه تنها هیچ ربط این مسئله به صبر ندارد، با اون صبری که در مفهوم مذهبی و دینی آن فهمیده می شود، بلکه برعکس است. ما در اینجا باید در مبارزه، در تلاش حق، در تلاش عدالت باید صبر کنیم، نه در قبول کردن ظلم. ما برای یک انسان صاحب کرامت، برای یک مؤمن که به خدا باور دارد، به روز قیامت باور دارد و از همه مهمش به آن باور دارد که پروردگار انسان را یک آفریده صاحب کرامت، آزاد، با شرف خلق کرده است و هیچ کس حق ندارد به او ظلم کند و هر کسی ظلم کرد به انسان باید با او مبارزه برد، با او مقاومت کرد. پس در اینجا باید صبر کرد، یعنی در مبارزه، در مقاومت، در تلاش برای حقیقت، برای حق خود، برای عدالت. اما اگر کسی بگوید که نه، اینجا ما همچنانه که ما در برابر گرسنگی و تشنگی صبر میکنیم، برای بی‌برقی هم باید صبر کنیم، برای نداشتن گرمی هم باید صبر کنیم، برای نداشتن معاش خوب و زندگی خوب صبر کنیم، برای آنکه فرزندانمان در زندان و در هجرت هستند صبر کنیم، من این رو نه تنها دور از اون واژه صبری که پروردگار و پیامبر اکرم از آن صحبت میکنن دور از آن میدانم، بلکه یک نمود تحریف واژه صبر هم است. بلکه ما باید در این شب و روز فعالیت خود را، عمل خود را، عملهای نیک و حسنه خود را دهچند کنیم، بیشتر کنیم، چون ما در دهها روایت ها و احادیث داریم که در این ماه شریف رمضان همه اعمال مضاعف می شود. یعنی بعضی عمل ها از 10، بعضی دیگر تا 700 مراتبه ثوابشان، پاداششان بیشتر خواهد شد. یعنی هر کسی در ماه شریف رمضان یک عمل نیک را انجام بدهد، چه از جمله عبادت ها فرایض باشد، چه از جمله نوافل و چه از کارهای نیک و صالح دیگر، پاداش آن از طرف پروردگار حدی اقل 10 و حدی اکثر 700 مراتبه می باشد که در حدیث های صحیح و تکرار آمده است. پس مبارزه علیه ظلم، طلب حقیقت، طلب عدالت، این یکی از عملهای صالح، یکی از عملهای حسنه هست، عملهای نیک است. چگونه انسان میتواند در ماه شریف رمضان، در اون ماهی که پاداش همه گونه عمل نیک تا 700 مراتبه هست، از انجام یک عمل نیک، این مبارزه برای حقیقت است، برای عدالت است، برای حق خود است، برای کرامت و شرافت خود است، از این عمل دست بکشد و این را باز وارد کند به اون مفهوم مقدسی صبر. نه، به هیچ وجه این به صبر ربط ندارد، بلکه یک انسان، یک مؤمن، بخصوص باز انسان روزه‌دار، باید در این شب و روز همونطوری که گفتیم عملهای نیک خود را دهچند کند، بیشتر کند و به خاطر آن که برای این ثواب بیشتر میگیرد. یکی از دوستان با من زنگ زد، یکی از جوانان خیلی فعال و پرکار دانشمند که در همین اروپا زنگ زد و گفت که اگر اجازت باشد من در این ماه شریف رمضان
یک کمی مشغول به عبادت شوم، چون میخواهم که هم اعتکاف بنشینم، هم نمازهای شب رو بیشتر کنم و باز هم درس هم دارم و کار هم میکنم. و اگر اجازت بدید، چون من از اون درس و از کارم نمیتوانم کم کنم، جای کار اجازت نمیدین و درس هم حتمی است، ولی تنها میماند این که شما اجازت بدید که روزهای شنبه، یک شنبه و بیگاه ها چند ساعته که برای مبارزه و برای حرکت و برای زندانی ها و مردم تاجیکستان تلاش میکنیم، از اون من اجازت بگیرم و مشغول شوم به کارهایی که در ماه شریف رمضان باید انجام بدهم. و خیلی دوست می‌دارم که این ماه را برای بهتر کردن و بیشتر کردن، قوی‌تر کردن جنبه معنوی خودم استفاده کنم. من گفتم اشکال ندارد، خیلی خرسند میشم از این کار و گفتم در حق ما هم دعا کنید و در نمازها، و انشالله من تلاش میکنم که با دیگر دوستان صحبت کنم تا اینکه این قسمت کار در ماه شریف رمضان ضعیف نشود. یک دو روز با دیگر دوستان صحبت کردم، جوانان بسیاری آماده کار و خدمت بودند، اما اون کاری که این جوان انجام داده میتوانست و خیلی متخصصی خوبم هست، اون جوانان دیگر، خواهران و برادرانی که آماده خدمت بودند، این هنر رو نداشتن. اونها آماده خدمت بودن در این ماه شریف رمضان، اما اون کاری تخصصی که این برادر انجام داده میتواند اون را انجام داده نمیتوانستند و گفتن خب اگر همین مقدار کاری ما که به درد بخورد ما آماده هستیم. من دوباره با این جوان تماس گرفتم و گفتم ببین دوستی عزیزم، من کاملا با شما راضی هستم که انسان باید در این ماه شریف این حالت را، این وقت را غنیمت بداند و برای آخرت خود سرمایه جمع کند، در این شک نیست و من خیلی شاد شدم از این تصمیم خودت. اما وضعیت این است که ما نتوانستیم چون یک متخصصی را پیدا کنیم مثل خودت که در آماده باشد در این ماه شریف این مبارزه را ادامه بدهد، چون اگر خودت این کار را انجام ندهی دیگر این قسمت کار ناتمام میماند در این ماه. اگرچه هستند دیگر دوستان، اما به مقدار خودت، برابر خودت توانمندی ندارند و انیق است که این کار را انجام داده نمیتوانند. خیلی ناراحت نبود، اما خیلی گفتیم ما تو ضیق بود، خیلی از آن افسوس میخورد که آرزو میکرد که این ماه شریف را با عبادت و ریاضت و با نمازهای شب و با تسبیح و با اعتکاف بگذراند بیشتر. بعد من با ایشان گفتم ببین دوستی عزیزم، من شک ندارم که مثلا هر کسی مثل خودت یا هر کسی دیگر اگر در ماه شریف رمضان عبادت ها را بیشتر کند و نماز را، نماز شب، نماز روز، نافله ها و بخصوص باز اعتکاف بشیند، این دیگر هم قابل ستایش است و هم ما باید هر کسی که میتواند به این کار کمک کند. اما گفتم وضع شما وضع کسانی را میماند که برای مثال یک دکتر که یک طبیب بسیار نادر هست و از فعالیت او سلامتی و حیات زندگی ده ها بیمار وابسته است. برای مثال گفتم تصور کن که در غزه یک دکتر فلسطینی حالا در ماه شریف رمضان در وقتی که اونجا جنگ هست، مردم، اطفال، زنها مجروح میشوند، دارند میمیرند، این بگوید که چون مسلمانان در این شب، در این ماه شریف شب‌های اعتکاف میشینند، نماز شب میخوانند و باید که بیشتر به عبادت مشغول باشند، منم همچون یک مسلمان میخواهم که بروم به این کارها مشغول باشم، به این عبادت ها، و از فعالیت خودم در بیمارستان های غزه یک کمی کمتر میکنم، دست نمیکشم اما کمتر میکنم، چون میخواهم به کارهای معنوی و کارهای اخروی خودم برسم. آیا او خودش را در این شرایط چگونه حس میکند یا مردم چگونه بها میدهند و اصلا حالا مردم را کنار مانیم، خداوند آیا او را مکلف کرده است که در این شرایط در خدمت مردم روزدار و مؤمن و آنهایی که زن و بچه هایی که اگر سالم بودن جنگ نمی بود مثل اعتکاف می نشستن، نماز شب می خواندن، در خدمت آنها باشد، برای نجات جان آنها، آزادی آنها تلاش کند، یا اینکه فقط در فکر نجات جان خودش باشد، یعنی ثواب بیشتر ذخیره کند، سرمایه کند برای خودش. گفتم کدام از این بهتر است؟ گفت طبیعی 100% که
اون دکتر، اون نفر و خودش علاوه کرد که مثلا نفری که مجاهد است در سنگر است و دیگر عبادتش، اعتکافش، فرض و نفلش، البته فرضش جای خود، اما نفلهایش همون مسئولیتی هست که با او جمعیت باور کرده است و سپارده است. اون دکتر باشد، مجاهد باشد، یا اون راننده باشد که در یاری تعجیلی کار میکند، به هر کاری که هست. پس گفتم ببین در شرایطی که در تاجیکستان برق نیست، نیروی برق نمیرسد، مردم در سردی میشینن، مردم در بی‌برقی نشستن و خودت وقتی که میروی میگویی که من این کار رو قطع میکنم، 1 ماه این فعالیت و مبارزه رو، و ما نمیتونیم نفر دیگر رو به جای خودت پیدا کنیم، پیدا نکردیم حداقل تا حال. و خب دیگر درست است که عبادت میکنی، ثواب دارد، سرمایه معنوی خودت رو برای روز قیامت بیشتر میکنی. اما تصور کن که اگر فعالیت ما در این ماه شریف رمضان تأثیر بیشتر بدهد و حکومت هم بعد این همه تلاش ها و مبارزه ها 1 ساعت حداقل 2 ساعت 3 ساعت برق را بیشتر کند، همون هموطنان ما، برادران ما، مادران و خواهران و اون طفلکان روزدار ما 1 ساعت 2 ساعت بیشتر هم گرمی هم روشنایی خواهند داشت و اون افطارشان را، عبادتشان را، تلاوت قرآنشان را بیشتر خواهند کرد. و نه 1 نفر من یا خودت، بلکه 10 میلیون تاجیکستانی عبادت بهتر، راحتتر و در یک شرایط خوبتر عبادت خواهد کرد. و از همه مهمش این مبارزه ما وضع زندانیای سیاسی را سبکتر خواهد کرد، چون اونها از ما امید مبارزه و تلاش برای آنها دارند. و بجای 700 ثواب شما انشاءالله، این نظر شخصی من است، باز خداوند خودش دانا است، ثواب اون 10 میلیون را میگیرد که بدون شک از اون 700 ثواب کمتر نخواهد بود اگر بیشتر هم نباشد. پس خودت انتخاب در خودت است که کدام کار رو میکنی. و بعد چند تقریبا نیم ساعت باز زنگ زد، گفت من فکر کردم و به خلاصه آمدم که فعالیت خودم رو در این مبارزه ادامه بدهم و همزمان وقت پیدا کنم که هم نماز شب بخوانم، هم کارها و عبادت‌های دیگر نافله رو بیشتر کنم. ولی به خلاصه آمدم که هیچ تأثیری در مبارزه من نخواهند رساند، بلکه اکنون درک کردم که چقدر در این ماه شریف رمضان انجام کارهای نیک که فایدهش به انسانها بیشتر میرسد، بخصوص به مظلومان، به کسانی که در زندانند، به کسانی که بیرون برنشستند، به مراتب بهتر است از آنی که من برای خودم میشینم عبادت میکنم. هر کدامش در جای خودش و به هیچ وجه یک جای دیگر رو نخواهد گرفت، اما یک انسانی که واقعا تلاش کند میتواند هر دو را انجام بدهد. و بنابراین من این مثال رو برای چی آوردم الان؟ برای آن که واقعا در این گفتگوی ما، در این صحبت با این برادر، من برای خودم حداقل این نکته رو کشف کردم که خیلی از دوستان ما، خیلی از برادران هم واژه صبر رو یک کمی محدود فهمیدن و هم در ماه شریف رمضان کسب ثواب، کسب پاداش و رضایت پروردگار را محدود کردن تنها به عملهایی که خودشان از آن نتیجه میگیرند. اما کارهای نیک، کارهای حسنه را برای جامعه، برای مردم، برای مظلومین دیگر، این را میگذارند به ماهای دیگر بدون بخبر از آن که در همین ماه شاید همون مادران، همون پدران، همون مهاجرین، همون زندانیا از ما و شما انتظاری بیشتر دارند. با این نکته، این پیامم و این دعوتم از برادران و خواهران مبارز در این ماه شریف این است که همزمان با زیاد کردن عبادت ها، با نماز شب، با تلاوت قرآن، با کارهای دیگری نیکی، ثوابشون برمیگردد تنها به خودمان و این کار باید حتمی باشد. نباید این ماه را ما غنیمت را از دست بدهیم. یادمان نرود که باز در همین شب و روز، در همین ماه 10 میلیون تاجیک و تاجیکستانی منتظر تلاش و مبارزه ما هست. وقتی که ما در 1 ماه فعالیت را ضعیف میکنیم، این معنی را دارد که باز 1 ماه 2 ماه دیگر لازم هست که ما برگردیم به همون حالت اوله. و این چون یادمان نرود که اون چاره‌بینی، اون معرکه و اون تلاش‌هایی که قبل از رمضان
برادران شروع کردن در پیمان ملی تاجیکستان برای مبارزه برای برق مردم و مجبور کردن، فشار آوردن به حکومت جمهوری تاجیکستان که برق را می‌دزدد، می‌فروشد و مردم روزگار را در یک شرایط بسیار سختی بی‌برقی و سرما نگه می‌دارد. ما باید این کاری خود را، این مبارزه خود را در ماه شریف رمضان هم ادامه بدهیم و اینجا باید صبر داشته باشیم. یعنی ادامه مبارزه، تلاش در کار حق واقعا صبر می‌خواهد. شاید در حکومتداران فکر کنند، به این باور باشند که خب حالا این گروه‌های مبارز یک هفته چند روز تلاش میکنن چون اینا میخواهند این بی‌برقی مردم را به فایده خود از لحاظ سیاسی استفاده برند، بعد خسته میشوند، رمضان شروع میشود، اینا رها میکنند و این مسئله فراموش میشود. یادمان نرود که حکومت هم در ظلم خود صبر دارد. یعنی نه تنها ما در عبادت، نه تنها ما در مبارزه صبر نشان میدهیم، حکومت هم در ظلم خود، در دزدی‌های خود، در فشار بالای مردم صبر دارد. در این 30 و چند سال واقعا از خود صبر نشان داد. هر چقدر که مردم میگوید، جامعه جهانی میگوید، اون باز از خود صبری بسیار کلان نشان میدهد، کار خود را ادامه داده ایستاده است. حتی ببینید بعد این همه فشارها و صحبت‌ها باز برق را فروخته ایستادند و به مردم تاجیک برق نمیدهند. در اسلام، در ادبیات اسلامی یک واژه دیگر در پهلوی صبر هست، این واژه مصابره. مصابره از صبر کمی فرق دارد. معنیش این است که انسان نه تنها در یک عبادت، در یک کار، در یک دشواری باید صبر داشته باشد که این صبر است، این را صبوری میگن. اما وقتی که شما این صبر را استوار نشان میدهید، پایدار هستید در این صبرتان و از همه مهمش در صبر طرف مقابل که او هم در ظلم و در کفر و در کارهای بد و سیئه خودش صبر نشان میدهد، اگر شما دوامناکتر بودید، شما استوارتر بودید و صبر شما صبر او را شکست، در این مصابره شما پیروز شدید. یعنی حالا ملت تاجیک در حالت مبارزه و صبر در مبارزه هست علیه ظلم، علیه بی‌برقی، علیه خیانت و دزدی، و حکومت هم در دزدی و در خیانت و در ظلم خودش در صبر هست، از کارهای خودش دست نکشیده ایستاده است. اینجا ما باید ببینیم که صبری کی قوی تر است. آیا ما مبارزین، آیا ملت در صبر خودمان استواری بیشتر نشان میدیم و این مبارزه را ادامه میدهیم و تا پیروزی، یا اینکه نه، حکومت در ظلم و در خیانت و در دزدی خودش از ما صبر بیشتر نشان میدهد و در این مصابره پیروز می شود. من امیدوارم و دعا میکنم، تمنا دارم در این ماه شریف رمضان که پروردگار ملت ما را از جمله ملت‌های صبور به معنای واقعی کلمه بگرداند که در مبارزه و در تلاش حق صبر داشته باشد و از جمله کسانی باشد که در برابر صبر باز مصابره هم دارند و این صبر خود را با استواری، با شکست ناپذیری تا پیروزی ادامه خواهند داد و از پروردگار منان برای یکایک شما هم قبول عبادت ها و هم سربلندی و فراغت نوکی را در ماه رمضان و بعد از رمضان تمنا دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.